به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بسیار ارزشمند شروع میکنیم. روزها در راه، شاهرخ مسکوب که جلد اولش در اختیار من هستش. این کتاب 2 جلدیه و توسط انتشارات خاوران، چاپ اولش در زمستان 1379 در پاریس چاپ شده. این کتاب در سال 1379 $50 امریکا ارزش گذاری شده و قیمت بسیار بالایی داره این کتاب. آقای مسکوب این کتاب رو تقدیم کردن به گیتا به پاس روزهایی که با هم در راه بودیم. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. ابتدا با من همراه باشید تا جملاتی رو از کتاب روزها در راه برای شما بخونم و سپس اصل کتاب رو از فصل اول با هم شروع کنیم. روزها در راه، خاطرات شاهرخ مسکوب است. از تقریباً کمی قبل از انقلاب تا اواخر عمرش از همه چیز نوشته است. از روابطش، از مطالعاتش که نظراتش گنجینه است در کتاب. هرچه می‌خواستم جملاتی از کتاب بیاورم، با اینکه برای خودم دلنشین و خواندنی بودن، اما سرشار از غمی بودن که بازگو کردنش برایم سخت بود. غمی که همه ما داریم، غم ایرانی بودن. شاهرخ مسکوب اینگونه دلتنگیش را بازگو می کند. ایران عزیزم، ایران جاهل ظالم، ایران کوههای بلند، بیابانهای سوخته و آفتاب وحشی و رفتگان و ماندگان عزیز، دلم برایت تنگ شده، خیلی تنگ شده. ای بی وفای ناکس دور، با این بیداد تبهکاران، وای به حال آیندگان. در مقدمه روزها در راه خطاب به خواننده می نویسد که این یادداشت‌ها در خلوت به روی کاغذ می آمد و در آن حال جز من کسی با من نبود. تا آنجا که می توانستم نادانی‌ها و ناتوانی‌هایم را پنهان نکردم. کوشیدم تا به خودم کمتر دروغ بگویم و از حقیقت نهراسم. به نظر من این نهایت خود بودن است. کسی که نادانی و ناتوانی‌هایش را پنهان نمی کند. انسان خودساخته همیشگی. نوشتن راهی برای دیدن و شناخت خود. مسکوب در سال 42 یادداشت‌ها را آغاز می کند تا خرداد 1342. 5-6 ماه است که می خواهم نوشتن این یادداشت‌های روزانه را شروع کنم. شاید نزدیک به 1 سال. اگر آدم چشم‌های بینا داشته باشد، بسیاری از چیزها می‌بیند که شایسته نوشتن است. اما برای دیدن باید به فکر آن بود و نوشتن یادداشت خود تمرینی است برای دیدن. یاد می‌دهد که آدم چشم‌هایش را باز کند. شاهرخ مسکوب کسی که خودش است و از ما اینگونه سخن میگوید: ما به عنوان یک قوم یا ملت از آغاز گرفتار اهورامزدا و اهریمن و زندانی نیک و بد، خیر و شر بوده ایم. هر چیز و کار یا خوب است یا بد، یا سفید است یا سیاه. حد وسط و خاکستری وجود ندارد. از این بابت به معنای فرنگی کلمه مانوی هستیم. برای همین هستی شناسی ما، اخلاقی و ادبیات کلاسیکمان سرشار از درس اخلاق است، از دوره ساسانیان تا همین آخرها. در رابطه با همدیگر هم همینطور. نویسنده های ما در همین سنت حرفه نویسندگی را با نظر دادستانی یا وکالت عوضی می‌گیرند. دادستان یا وکیل مدافع جمعی یا توده‌ای هستند. به ضد گروهی دیگر مفهوم جدید تعهد و دشمنی دیرین ملت و دولت. شاه و رعیت نیز
نقش سیاسی اجتماعی نویسنده را تشریح می‌کرد و می‌کند. گذشته به عنوان گذشته برایم بی‌معنی است وقتی معنی پیدا می‌کند که در من به اکنون مبدل شود. ما ایرانی‌ها مردمی هستیم که پرسش نمی‌کنیم. در عوض پاسخ همه چیز را داریم. اهل دین و شیفته ایمانیم، نه مرد فلسفه و تفکر. در تاریخ 6/10/1357 در بحبوحه انقلاب اینگونه نوشته بود: همین ماجرا بر مذهبی ها هم خواهد رفت، منتها شاید کمی دیرتر و به شکلی دیگرتر، اگر پیروز شوند و مستبدانه رفتار کنند. یک پارچگی این توده انبوه این ملتی را که پشت سر دارند از دست می دهند. اما اگر پس از پیروزی با خلق خدا کمی به آزادی رفتار کنند، باز بیگمان پیروان امروز به راههای خود خواهند رفت. به هر حال چیزی به خلاف طرحی که آنها در خیال دارند واقع می شود. او انسانی بود خودساخته، معمار خود، در زمانه‌ای که همه بانگ حقیقت را با نوای دروغ نواختند. عصرهای من اینهاست: حقیقت، عدالت و زیبایی، که عشق همه آنها را از درون به هم بسته کرده است. این کتاب ارزش خواندن دارد. لطفاً با من همراه باشید تا فصل اول این کتاب رو کشفش کنید. فصل 1: داستان کچله. چیزی مثل شب، کلاه کرکی بافتنی روی سر یارو بود، با لبه برگشته. از آنها بود که از کچلی خودشان خجالت می‌کشند. کچلی برایشان یعنی فقر، شکم گرسنه در بچگی، خانه همسایه‌دار و کرایه‌نشینی که در هر اتاق 1-2 خانواده تپیده و جلوی هر دری 10-15 جفت کفش قطار شده. کچلی یعنی جنوب شهر و خاکروبه و جوب و لجن و 3 تا نون سنگک و 5 سیر گوشت و 7-8 شکم حریف. این کچلی پنهان کردنی است. نه با هیریپیس و ویگ، سربازان و کلاه، دیس‌های ستاره‌های سینما، بلکه با شب کلاه کرکی. کله کچل را جوری می‌پوشانند که انگار کلاه جزئی از سرشان است که از گردن به بیرون رویده. آدم خیال می‌کند که نه تنها موقع خواب بلکه در حمام هم از سرشان بر نمی‌دارند. یارو دربان یا مستخدم شرکت و یا چیزی از این قبیل بود، منتها با سر و وضع آراسته، کت و شلوار و پیراهن کش و غیره. شاید پیش خدمت مدیرعامل بود. یال و کوپالی داشت. تنومند بود و زور میزد که با ابهت باشد. دم در شرکت 2 تا از همکارهای جوانترش در حدود 30 سال همانطور که باهاش حرف میزدن کلاهش را برداشتند. یکی جلو افتاد، کله آفتابی شد. یکی راه افتاد. دیگری هم انگار نه انگار باهاش حرف میزد. یارو هم وانمون میکرد که اتفاقی نیفتاده، ولی با این همه پشت سر آن 2 تا راه افتاد. آنها الکی با همدیگر حرف میزدند و به کلاه ور میرفتند و توی دلشان میخندیدند. پوزخند میزدند. یارو هم شرمنده از کچلی و ناراحت از آیندگان و روندگان بالاخره بعد از 40-50 قدم در ضمن که سعی میکرد به روی خودش نیاورد که یعنی مهم نیست و کچلی هم مثل مودار است، مگر چه فرقی دارد، صبرش تمام شد و گفت: اون کلاه منو بده. تردن الباب گفت: یک جوری که یعنی خیال نکنید که اگر ندادید مهم است. کچله کمی چاق بود، 1-2 برده گوش و شکمی برآمده به نشان برازندگی، چاق و چله از روغن و پلو که خودش علامت دارندگی است. آبی در زیر پوست داشتن علامت شکم سیر است در جمع گرسنگان. برای همین هم هست که فخر هیکلشان را می فروشند. گشاد و با بی‌قیدی راه می روند با زیر بغل باز. زن و مرد ندارد. وصف زیبایی زلیخا در تاریخ بلعمی این است که از فرط چاقی نمی توانست به راحتی برخیزد.
عکس‌های زن‌های درباری دوره قاجار نشان می‌دهد که معمولاً 4 گوش و سر و ته یکی هستند، مثل بشکه که نه 4 گوش است و نه سر و ته یکی. راستی آن جوانک زردنبوی چشم‌بادامی نابالغ یوسف را میگویم، در برابر آن کوه گوشت آدم را به یاد شمشون میاندازد. ستونهای معبد و زلزله‌ای که افتاد. آخر در تاریخ بلعمی پاهای زلیخا مثل 2 ستون صاف و ستبر است. ولایت فقیه را خواندم. البته به اسم دیگری منتشر شده است. نامه‌ای از امام موسوی کاشف الغطا. اصل مسئله‌ای که طرح شده این است: خدا پیغمبر را فقط برای صدور احکام نفرستاد، برای صدور و اجرای احکام فرستاد. وظیفه امام ها همین است. حضرت علی یکی از نمونه هاست. امام حسین هم برای همین جنگید و شهید شد. آیا پس از امام 12 مسئله حکومت در اسلام باید تعطیل بماند؟ جانشین امام فقیه است، زیرا شرط حکومت در اسلام علم و عدل است. فقیه عادل باید بر مسلمانان حکومت کند. از طرف دیگر اسلام با دستگاه پادشاهی و سلطنت سازگار نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراتوری مثل محمد. خلفای راشدین و نیز علی باید حکومت کرد، نه مثل بنی امیه و بنی عباس. حکومت کردن و گرفتن آن از دست ظلم وظیفه شرعی فقهاست. بسیاری از نظریات کتاب مثل اجرای حدود و غیره پذیرفتنی نیست. کهنه و منسوخ است، اما نظریات اخلاقی و آنچه درباره شرایط حاکم و فرمانروا میگوید انکار پذیر نیست. ولی مهمتر از اینها خصلت نیرومند شهیدانه و چون و چرا ناپذیر نویسنده یا گوینده است. طوری صحبت می کند که انگار دنیا را در دست دارد. از طرف دیگر منطق کتاب چنان نیرومند است که مسلمان شیعه نمی تواند آن را نپذیرد. با خواندن این کتاب می توان از جمله به 2 مسئله توجه یافت. 1. چطور تقریباً همه احکام شرعی و عرفی را نویسنده از دیدگاه گسترده اجتماعی و به ویژه سیاسی می‌نگرد. ایمان و اخلاق او بیش از هر چیز اجتماعی سیاسی است. 2. چطور در چنین شرایط اجتماعی سیاسی تقریباً همه مراجع تقلید ناچار به دنبال روی از او هستند. برای آدم مذهبی که شیعه است کتاب منطق برا و زبان ساده تری دارد. دیروز اول محرم بود. پریشب حدود ساعت 9:30 نیم ساعتی بعد از منع عبور و مرور سر و صدا و همهمه‌ای شنیدیم. با گیتار رفتیم بالای پشت بام چون صدا از آنجاها می آمد. بالا که رفتیم همسایه ها را دیدیم که شعار می دادن از دور. از 300-400 متری هم صدای تیر و تفنگ و مسلسل می آمد. این نوشته در 12/9/57 نوشته شده. شعارها از جمله اینها بود: الله اکبر، لا اله الا الله، ایران کربلا شده، هر روز عاشورا شده، نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب. مسجد کرمان را، کتاب قرآن را، مرد مسلمان را شاه به آتش کشید. تلفن پشت سر هم زنگ می‌زد. اول الف ب، بعدش دال شین، میم ی و 1-2 نفر دیگر خبرهایی را که از جاهای مختلف شهر داشتن گفتند. از تهران پارس تا نارمک، دروازه شمیران، شاپور، امیریه و سراسر جنوب شاهرضا، امیرآباد و گیشا و عباس‌آباد و 25 شهریور شعار خلق الله است و راه افتادن مردم در خیابان و شکستن منع عبور و مرور. خیلی کشتن. دولت میگوید 7 نفر. امروز هم رادیو میگفت جنگ روانی میکنند. صدای تیر و تفنگ و جمعیت و فریاد را از ضبط صوت‌های روی پشت بام‌ها به گوش دیگران میرسانند. اما آنهایی که ما دیدیم ضبط صوت نبودند، همان همسایه‌های همیشگی خودمان بودند. در همه شهر همین ماجرا بود.
از ساعت 9 به بعد فریاد و شعار و اعتراض روی بامها. به قول گیتا مردم از ناچاری روی بامها جمع شدند و داد میزنند که بابا نمیخواهیمت. دست از سر کچلمان بردار و طرف گوشش بدهکار نیست. انگار نه انگار. گیتا ورد گرفته بود. دائم میگفت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بعد از چند دقیقه مثل آدم‌های رعشه‌ای می‌لرزید. نمی‌توانست بر خودش مسلط شود. نزدیک‌های ساعت 1 بود که صداها رفته رفته کم شد. خواب غلبه می‌کرد تا جایی که دیگر کمتر صدایی به گوش می‌رسید. 15/9/57 دیشب تقریباً همزمان با قطع رفت و آمد شعارهای شبانه شروع شد. از بالای بام‌ها باران می‌بارید، برق هم نبود. مردم توی تاریکی فریاد می‌زدند. حدود ساعت 10 یک بلندگو گفت کسی کنار پنجره نباشد. اگر کسی کنار پنجره باشد شلیک می‌کنیم. اندکی قبل از آن صدای اتومبیل در آن وقت شب توجه مرا جلب کرد. بالای پشت بام نبودم. داشتم چمدان می‌بستم که به صدای بلندگو رفتم پشت پنجره آشپزخانه. یک ماشین پلیس بود با آن چرخ قرمز گردان روی طاق و یک کامیون سرباز بدون برزنت و پوشش. همسایه‌ها با پررویی شعار می‌دادند، محل نمی‌گذاشتند. بلندگو گفت اهالی محترم، آخر الله اکبر گفتن چه فایده دارد؟ الله اکبر وقتی با نماز باشد درست است. از الله اکبر بالای پشت بام هیچ کاری بر نمی آید. جماعت داد می زدن الله اکبر. نظامی ها خوب می دانستند این الله اکبر یعنی چه؟ شاید هم نمی دانستند. از کجا الکی می گویم خیلی خوب می دانستند. خلاصه چون مردم ساکت نشدند چند تا تیر هوایی در کردند. بعد از چند ثانیه 12 تای دیگر. درست پشت اتاق خواب توی کوچه. غزاله تازه داشت میخوابید. گیتا وحشت زده دوید و تفلک را بیرون آورد. درست مثل دیوانه ها بود از وحشت. نگاهش نشان میداد که جز ترس چیزی در وجودش نیست. در یک آن ترس هوش و حواس را غرق کرد. غزاله را بردیم در کتابخانه. زیاد نترسیده بود ولی عصبی شده بود. طرف کوچه را نشان میداد. به عادت خودش و با آن انگشت‌های کوچک و پشت سر هم میگفت دق دق. این را وقتی میگوید که چیزی را بیاندازد و بشکند. مردم ساکت شده بودند. بلندگو داد میزد و تهدید میکرد. مدتی گذشت. سکوت ادامه یافت. رفتم بالای پشت بام. همه جا تاریک بود و خاموشی. مثل اینکه تاریکی تمام شهر را در خودش فرو برده بود. حتی صدای تیر هم نمی آمد. باران بند آمده بود. چند تا ستاره سرد در آسمان دیده می شد. در دوردست چراغ دکل تلویزیون چشمک‌های سرخ می زد. پشت خمیده تپه های داوودیه و عباس‌آباد در تاریکی تشخیص داده می شد. روبرو 3-4 تا صنوبر لخت و دست خالی توی حیاط همسایه ایستاده بودند. سکوت شاهانه‌ای روی همه چیز افتاده بود. چند دقیقه ایستادم. موقع پایین آمدن صدای خفیف خنده زنی می رسید. لابد یکی از همسایه ها آتشی بود. از آن سمج ها و دلزنده ها که هنوز روی بام خانه اش مانده بود. 13/9/57 دیروز به پاریس آمدیم. در برگ درخواست تمدید گذرنامه نوشتم که برای گردش و معالجه می روم. چه گردشی؟ چه معالجه‌ای؟ در حقیقت نمیدانم چرا آمدم، چون از پیش قرار گذاشته بودیم، چون دولت فرانسه دعوت کرده بود، چون رته از مدتی پیش ترتیب کار را داده بود و من هم موافقت کرده بودم. به هر حال آمدم، ولی تمام هوش و حواس آنجاست. حالا ایران را بیشتر از همیشه می‌خواهم. سابق یعنی در این 10-20 سال اخیر دوستش داشتم. همانطور که فرزندی مادر خطاکارش را دوست دارد. محبت من توأم با نفرت بود. نفرت از ظلمی که هست و سکوتی که خلق کرده و ظالم را سراپا نگه داشته. از سکوتی که من نیز در آن سهیم بودم. همان کینه‌ای را که به خودم داشتم به وطنم هم داشتم. چه اشتباهی!
در حقیقت هیچ کس نمی‌دانست در باطن ملت چه دارد می‌گذرد و چه آتشفشانی زیر خاکستر است. حالا حس دیگری دارم. دلم پیش مادری است که هر روز شهید می‌شود، هر روز به صلیب می‌کشانش و هر شب از درد فریاد می‌کشد. الان صبح روز 15 است. در طبقه 21 هتل شرایتون هستم. از پنجره مونپارناس قدیم و این جعبه‌های غول‌پیکر جدید را که خودم هم توی یکیش هستم می‌بینم. ولی در هر حال قدیم و جدید این شهر زیباست. لابد زیباترین شهری است که من دیدم. حتی از اصفهان جوانی من هم زیباتر است. برای گردش و معالجه، یعنی که کشک آمدم، چون سفر مجانی است، چون پول نمیدهم، لااقل برای 3-4 روزی، چون این شهر را به شکل دردناکی دوست دارم، چون در چنین تهران قیامتی و در چنین کشوری که در باطنش قیامت کبراست بیکاره مانده بودم و به تماشا و ثبت وقایع دلخوش کرده بودم. چنین کنند بزرگان، چو کرد باید کار. 17/9/57 در کمیته 4 کنفرانس ملی آمایش سرزمین نشستم. در کاخ جوانان و فرهنگ شهر ویشی. جای پتن یا پتن خالی است، چون اصل قضیه این است که اولا چگونه کارهای خودمان را علیرغم همسایگان سامان بدهیم و ثانیاً چگونه با همسایگان اروپایی به ضد بقیه دنیا کنار بیاییم. آخر این کمیته یعنی مخصوص بررسی آمایش سرزمین در چهارچوب بین‌المللی است و اجداد رومی هم مدت‌ها پیش گفتند که انسان گرگ انسان است. 19/9/57 چقدر بد است که یک چنین روزی در تهران نیستم. یک عمر از این شهر زشت، آشفته و جنگل مولا بدم آمده و حرص خوردم. اقلاً در این 10-15 سال اخیر همیشه همین احساس را داشتم. ولی امروز که روز شکوه و بزرگی، روز طهارت و پاک شدن این شهر است، من از آن دورم. امروز تاسوعاست و روز تظاهرات و راهپیمایی در شهر است. با دلخوری از خواب بیدار شدم. در این سفر از پاریس لذتی نمیبرم، کما اینکه هنوز به خیابانگردی و پرسه زدن همیشگی در شهر هم نپرداختم. کاری که همیشه بزرگترین لذت من بود در این شهر. آیا در آن شهر چه هنگامه‌ای است؟ اول بار است که احساس می‌کنم آن شهر چقدر باشکوه‌تر از این شهر است. در چنین روزی و در روزهایی از سال گذشته. حالا شب‌های تهران دست کم برای مدتی کوتاه از شب‌های پاریس زیباتر است، زنده‌تر و زیستنی‌تر است. حالا که مردم شهری از ساعت 9 به بعد زندانی می‌شوند، هر کس در خانه خود زندانی است. شهر تاریک است و زندانی‌ها روی بام زندان‌ها فریاد می‌کشند، خدا را فرا می‌خوانند تا به دادشان برسد. دستشان را به آسمان بلند می‌کنند تا پایشان روی زمین اسفار شود و خودشان را باز بیابند و غبار تحقیر چندین ساله را که بر سر و رویشان نشسته بشویند. چه تهران خوبی! چه سعادتی است اگر بتوانم با شهر خودم آشتی کنم و دوستانه تر در آن به سر برم. بدون کینه و با خشمی کمتر. به شکل عجیبی دلم آنجاست، پیش گیتا و غزاله و همه آنهای دیگر. پیش آنها که در خیابانها به طرف میدان شهیاد سرازیرند. پیاده، موتورسوار، شعار به دست، زن و مرد و بچه، گبر و مسلمان و ارمنی. همه آنهایی که از ظلم و تحقیر به تنگ آمدند. چند لحظه پیش رادیو می گفت بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون نفر در خیابان‌های تهران هستند و به ضد شاه تظاهرات می کنند. گمان می کنم این جواب آن است که می گفت هر کس نمی خواهد گذرنامه‌اش را بگیرد و برود، 1000 تومانش را هم می بخشیم. و یا اینکه می گفت دم مخالفان را می گیریم و مثل موش بیرون می اندازیم. آن روز که سید محسن با ته دسته‌دار، فامیلیشو تو پرانتز نوشته، به شدت در اتاق سازمان را باز کرد. یک صفحه کاغذ دستش بود. داد زد
افتخار دارم که مطابق فرمان شاهنشاه اسم اعضای مدیریت را برای حزب رستاخیز ثبت کنم. چیزی از این قبیل میگفت و چنان میگفت که انگار شاهنشاه به خود ایشان فرمان داده بود. مثل کرگدن دیوانه به اتاق هجوم آورده بود. اسم همه ماها روی کاغذش ماشین شده بود. مثل بچه‌های یتیم و گرسنه‌ای که کتکش زده باشند سرمان پایین بود و ساکت بودیم. من و ف و سین با خانم قاف توی اتاق بودیم. نگاه دزدیده و بیچاره‌ای به هم کردیم و هر کدام جلوی اسممان یک امضا گذاشتیم. یارو که رفت، سین دچار یک بحران عصبی شد. اول شانه‌هایش می‌لرزید. هرچه می‌کرد نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد. بغض گلویش را گرفته بود. نفسش در نمی‌آمد. در عوض از ته سینه‌اش صدایی مثل سکسکه دراز و بیوقفه بیرون می‌زد. انگار ریه‌هایش تکه تکه کنده می‌شد. بعد از مدتی گریه آمد. در حقیقت نجات پیدا کرد. تازه راحت شد. چه گریه‌ای می‌کرد. دردناک و خجالت زده. سعی کردیم آرامش کنیم. حرف‌های احمقانه می‌زدیم که مهم نیست اسم همه مردم هست. این هم مثل شناسنامه است و چیزهای دیگر. حرف‌های آدم‌های جاکش و عیالوار که در هر حال دسته هر عملی را در می‌کنند و توجیهی برای هر کاری دست و پا می‌کنند. اقلاً 25-6 سال همینجوری با یک ملتی تا کردند. آدم دائم احساس می‌کرد که توی چشمش نگاه می‌کنند و با تفاخر به صورتش توف می‌کنند. آن روز که خبر مرگ مرتضی و دیگران را در روزنامه خواندم، در خیابان سیمتری ته منیریه دم غروب کیهان را گرفتم و پیش از آن که خبر را بخوانم آن را دیدم. خبر را، عکس تیرباران شدگان با چشم بسته، بدن تنابپیچ و سر فرو افتاده، با خداحافظی دور، دل گرفته و سرزنش آمیز، سرزنشی در همه چیز. سرزنش ما که مانده بودیم و تماشا می‌کردیم. در تمام طول خیابان منیریه مثل ابر بهار گریه می‌کردم. الان ساعت 12 رادیو گفت 2 میلیون نفر در خیابان‌های تهران هستند. طول تظاهرات 12 کیلومتر است. همه چیز سیاه است، از چادر زنان تا لباس مردان و پارچه شعارها. گاه به گاه مردم می ایستند، شعارهایی به سود آیت الله خمینی و به ضد شاه می دهند. در تمام شهرهای ایران تظاهراتی شبیه به این در جریان است. در خلاصه اخبار ساعت 11 از اصفهان و مشهد و قم و شیراز اسپرد. افسوس که نیستم تا در سیل جمعیت محو شوم، شسته شوم و پاک و طاهر بیرون بیایم. غسل تعمید. به پاکی و بیگناهی غزاله، یعنی آرزوی محال، ولی به جای همه اینها اینجا پیش فه هستم و اخبار و مقالات مربوط به ایران را میبلم. نوول لیتر 7-8 صفحه، همینطور لوموند دیپلماتیک، لوموند روزانه، نوول ایسورواتور و حتی آور کثافت، ایران شهر و پست ایران و غیره. تمام وقتم به کاویدن این روزنامه ها می گذرد. آمدم پاریس برای روزنامه خوانی. بعد از 2 سال این یعنی استراحت بنده. گاهی هم بی اختیار می گویم خدایا دست این مرتیکه را از روی زمین بردار. به هم آمینش را می گوید. صدای ادیت پیاف می آید از رادیو. چه صدایی! یاغی آزاده. صدای او از آن سوی تاریکی، حسرت همه چیزهای دوست داشتنی پاریس را. پاریس انقلاب، پاریس نور و رایحه، قهوه و عشقهای پرتظاهر و اکثرا نمایشی و آلامود، باران و شب زنده‌داری، پرسه زدنهای بیقیدانه و کتاب و شراب، خیابانهای خوش برخورد، درختهای بلود و برگهای ریخته پاییز را در آدم بیدار می‌کند. آخر شب است. با کیتا صحبت کردم. گفت جمعیت بیش از 2 میلیون نفر بود، چون همه آمده بودند. لابد اقل 3 میلیون نفر بودند. از تهران 9 تا شهیات مردم ایستاده بودند. امکان راهپیمایی نبود.
میگفت سنجابی و طالقانی هم بودن و همه خوشحال بودن که اتفاقی نیفتاد. درباره فردا پرسیدم. گفتم مثل امروز خواهد بود. خواهش کردم هرچه را که امروز دیده و فردا می‌بیند یادداشت کند برای من. لازم دارم. همه جزئیات را. حیف چه روزی را از دست دادم. راستی یادم رفت بنویسم. بعد از ظهر بود. حدود ساعت 4 تهران از روی کنجکاوی رادیو تهران را گرفت. یکی وعظ می‌کرد. از بخت‌النصر و دانیال نبی و خوابش حرف می‌زد. قصه میگفت. برای کی؟ خدا می‌داند. چون مردم تهران و شهرهای دیگر که آمده بودند در خیابانها تا بگویند چقدر بخت‌النصرشان را می‌خواهند. مملکت قیامت کبراست و اینها در خواب خرگوشی خودشان از خوابهای کهن حرف می‌زنند. چه کسی این صدای آنها را می‌شنود؟ و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. اگر خوشتون اومده حتما تهیه کنید و این کتاب رو بخونید. در انتها جمله آخر از این کتاب رو برای شما میخونم. هرچه بیشتر میروم تنهاتر میشوم. گمان میکنم به روز واقعه باید خودم جنازه‌ام را به گورستان ببرم. راستی مرده‌ای که جنازه خودش را به دوش بکشد چه منظره عجیبی دارد، غریب و بیگانه. این کتاب ارزش خواندن داره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.